هنوز نیروهای آتش نشانی بعد چند روز زحمت بین این همه آتیش دنبال اینن یه تیکه از یه عزیزی رو پیدا کنن که یه پدری، یه مادری، یه همسری، یه فرزندی بفهمه باید چی رو خاک کنه و براش عزاداری کنه. از مردم بندر عباس و بوشهر خوزستان بگیر تا تهران و شمال و تبریز و اصفهان و شیراز و تمام ایران، ما همه عصبانیم از اینکه باعث و بانی این اتفاق مشخص نیست، از اینکه این همه مادر جای بچهش استخون تحویل گرفت، مادری که به یه تیکه بچهش راضی شده همونم نیست، از اینکه این همه بچه یتیم شد و هنوز نمیدونیم باید یقه کیو بگیریم، کی مسئول این اتفاقه، کی اهمال و کوتاهی کرده که این همه خانواده داره تقاص اونو پس میده. بابا یکی یه نفر پیدا بشه جواب بده این چه بلایی بود سرمون اومد. لطفاً خواهشاً زودتر مقصر و دلیل اصلی این فاجعه رو مشخص و معرفی کنید.